در دلتان خواهش برپا کردن زندگی پیدا شد، زنداری دیگرها را دیدین و خواستین خانه های شما هم آباد شود، شما هم صاحب زن شوید، صاحب از او من بعد با قدرت الهی صاحب فرزند شوید. پیامبرمان گفتند که دعا کنید اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علی، اللهم انی اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علی. دعا کنید. گفتن که خدایا از این اراده که من پیدا کردم، از این خواهشی که در دل من پیدا شد برای زن گرفتن، وقتی زن را که پروردگار را نصیب من میگردانی، او را زنی با خیر بگردان، زنی خوب بگردان. خدایا خیر او و خیر آنچه در فطرت اوست من از تو خواهان هستم. خدایا از بدی زن و از آن بدی که در فطرت اوست و سوی تو پناه طلب میکنم. چه دعای زیبای پیامبر گرامی برای امتهای خود تعلیم میدهد. مقصد از برپا کردن زندگی هم یکی از اونها این است که ما خیر ببینیم، خوبی ها ببینیم، نیکی ها ببینیم، از سرسانی ها و سرگردانی ها و از هر گونه ملول شدن قلب و ضعیف شدن جسم در ایمین بمانیم. ام ایاس با دختر خود گفت یکم دخترم در زندگی قناعت را پیشه کن. برادرای عزیز، اگر باشد که زنهای ما و شما، خواهرای ما و شما بعد شنیدن این نصیحت های مادر ایاس، اگر چنده که این وظیفه را برای خود اختیار نکردن، ولی ماها هم در کنار نباشیم، ما خود ما نصیحت کنیم. زیرا و اگر دختر مادرش که باشد، دختر ما هم هست. اگر مشکلات فردا به سر دختر بیاید، نه تنها مادر اون مشکلات را تحمل میکند، بلکه ماها هم پای همون مشکلاتیم. خرسندی او خرسندی پدر و مادر است، غم و دقت او غم دقت پدر و مادر است. یکم فرزند عزیز، قناعت را در زندگی پیشه کن. شما میدانید که قناعت بسیار بسیار نعمت بلند است. پیامبر گرامی گفتند طوبی لمن هدی للاسلام و کان عیشه کفافا و قنعا. خوش به حال کسی که به نعمت اسلام خداوند او را روبرو میگرداند. خوش به حال کسی که اسلام را برای خود دین قبول میکند. و همچنان پیامبر گفتند زندگی دارد که کفایت کننده است و در همون زندگی کفایت کننده قناعت دارد. دخترم هوس‌های بیجا در خانه شوهر نکن، اگر چنده که در بدن دوگانه های خود، همسایه های خود از زیبایی ها میبینی،
در خانه های ایشان از زیباگی ها میبینی، ولی به آن چیزی که تو در خانه داری به او قناعت کن. شاید مادر میگوید دختری عزیز، شاید هوس های بیجای تو، طلب های به محلی تو مشکلات برای شوهر ایجاد کند و آن زندگی شیرین تو به تلخی کشیده شود. بسیار نصیحت خوبه. یکم قناعت. دوم، یکم من مختصر هر کدامی را بیان میکنم. دختری عزیز، با شوهر یک دل و یک زبان باش. با دختر یک دل و یک زبان باش. گاه دختری عزیز حالتهای به سر تو می آید که تو در همون خانه گناه نداری، عیب نداری، ولی گناه و عیب را به گردن تو بار میکنند. دختری عزیز، در حالتی که آن گناه آن عیب را در گردن تو بار کردن، تو کوشش نکن که عیبها را در گردن شوهر خود بار کنی، بلکه تحمل کن، برداشت کن، خاتمش برای تو بخیر می آید. بسیار از این واقعا برادر عزیز، ببینید بسیاری از خواهرای ما و شما در این حالت ها وقتی روبرو می شوند، وقتی در بین جنگ اونها برای آشتی اونها دست درازی میکنی، فقط گپ شمین است من عیب ندارم، من کمبود ندارم. ولی عیب نداری، کمبود نداری، ولی اگر تو صبر میکردی و همون را به گردن خودم که اگر میگرفتی، این حق چیزی نیست که دائم رو پوش باشد. روز از روزا اون حق خودش با آشکار میکند. با روز این شوهری تو است، خسوری تو است، خوشدامنی تو است، به سر خلاصه می آید که همون زمان ما این کلینه گناهگار کرده بودیم، حالا که این عیبی او نبوده است، با همون جده بعدی او از تو عذرخواهی میکنند. این خیلی ساعت شم می آید، فقط انسان باید با صبر باشد. این مادر از دختری خود که زندگی خوب این مادر از سر گذرانیده بود و مادری بود که با قرآن و حدیث های رسول آشنایی که داشت، این نصیحت های خیلی قیمت بها را برای دختری خود میکرد. سوم، دختری عزیز، چشم برای دیدن، چهارم بینی برای بویدن است. ببینید دختری عزیز، چشم برای دیدن و چهارم نصیحت من بینی برای بویدن است. دخترم کوشش کن که با این چشم فقط و فقط شوهر تو خوبی ها بیند و پاکیزگی ها بیند و منظره های نیک بیند. زیرا دختری عزیز چشم از دیدن منظره های خوب راحت میکند، از دیدن منظره های ناخوب چشم ناراحت می شود. و بینی، حاضر من اینو برای شما شرح میدم، بینی برای بویدن است. کوشش کن دختری عزیز که وقتی که بینی بوی عطر یا یگان نوع خوشبویی را وقتی به مشام میرسد راحت میکند، وقتی بوی بد به مشام میرسد بینی نفرت پیدا میکند. مراد این مادر از دختر این بود، دختری عزیزم دائم خانه را پاکیزه نگه دار و دائم خانه را خوشبوی کن
و همیشه در تازگی خانه و تازگی خودت بسیار با اهمیت باش. ببینید، زیرا شوهر وقتی که تازگی زن میبیند، بوی خوش داخل خانه رو میبیند، وقتی که مرد اسمه و سرمه زن میبیند، البته طبیعت مرد دیگرگون میشود. خواهشات مرد در خود زن و در خانه و در زندگی باز بیشتر میشود. افسوس که مادرای ما شاید یا خواهرای ما زیباگی را در همون مالیدن بعضی از خاکه های کیمیایی ببینند، یا در سرخ کردن لب، یا مالیدن یگان رنگ بالای چشم ببینند. ولی صد افسوس که این رنگ های ما نیست. صد افسوس که اینها از سنت مادرای ما نیست. امروز خیلی جای تأسف است برادرای عزیز و گرامی، برای دختر مسلمان، برای زن مسلمان، مالیدن رنگ‌های هر رنگ بالای چشم‌ها یا مالیدن هر گونه خاک‌ها در چهره‌هاشان، در لب‌هاشان، که اونها همچون تصور میکنن که شاید ما زیبا شده باشیم. چگونه پیامبر گرامی میگه زیباگی مرد در زبانش است، مرد از زیباگیش در زبانش است. شما را هم خواهرای عزیز، زیباگیتان در عفتتان است، در تازگیتان است. تازگی شما در احترام پدر و مادرتان است، تازگی شما در احترام شوهراتان است. خوشروگی شما در آن رویمالها و گردنبندها و اون آستینهای دراز و اون پارچه های درازی که شما دارین، زیباگی شما در اوست، نه در این طرزی که امروز شما هم در دین و هم در ملت خلل پیدا کردین. در این نیست. یک بار نظر کنین،